агентии зидди фасод ташкил шуд. чаро агентии зидди фасод? номаш агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсия аст. мубориза бо коррупсия бурда истодӣ. чаро вақте ки як шоир тамаллуқ мекунад, шеърашро ҳамчун пора ба раис ҷумҳур мебахшад, чаро ӯро ҳамчун пораде ва раис ҷумҳурро ҳамчун порагир дастгир намекунӣ? масалан гирем як раиси ноҳия ба замини гандумзор вақте пояндоз андохта мебарад ба раис ҷумҳур, ин эҳтиром нест. эҳтиром ин хел масхарабозӣ намешавад. айнан ин пора аст. пораи раиси ноҳия аст то ин ки ӯро хафа накарда гузел кунад. роҳи ягонаи халос шудан аз фасод яъне фақат инқилоб аст. бифармоед бародар Фарҳод Одинаев, фаъоли сиёсӣ, рӯзноманигор. بله تشکر شوکت جان. من با این برادری که از سوال دادم صحبت کردن خیلی موافقم، راضی هستم. چرا؟ ببینید ما اگر مثال بریم از کشورهای پساشوروی، از کشورهای پساشوروی مثل گرجستان، گروزیا، کشوری فساد زده نبود در منطقه پساشوروی، ولی ببینید بعد اومدن ساکاشویلی، بعد که شورنادзе رفت و ساکاشویلی اومد، اونم با راه انقلاب اون با اختیار خودش نرفته است. یک دیگرگونی جدی در اونجا عمل اومد. ساکاشویلی توانست کروپسیا اصلا در گرجستان از بین برد. یعنی یک اقتصادی استابیل در اونجا راه اندازی کنند. بله. حالا دو پرزیدنت ایواز میشد. این پرزیدنتی سوم است که ایواز میشود در گرجستان، ولی اون شکل، اون ساختاری که ساکاشویلی ساخت دیگر اون با معمولی رفته ایستاده است. یعنی که برای ما یک رهبری جدید، یک رهبری با پرینسیپ‌های آزادی و پرینسیپ‌های تشکیل کردن یک شکل درستی جمهوری یا که نمیدونم کشوری دموکراتی لازم است و من دقیقاً با این برادر راضی هستم که علاج دیگر از اون که یعنی که به یک تحولات جدی نمی شود. این رهبران پساشوروی چین، تاجیکستان ما است، خب دیگر هر کشوری که نام نگیریم همه با این فساد و با این دیکتاتوری دیگر عادت کردن، به این نمیتونن. اونها آماده دیگرگونی نیستن و با هیچ وجه نمیکنن. به خاطر همین ما غیر از اون یک تحولات جدی دیگر راهی نداریم، راهی وجود ندارد. الو گوش میکنم شما رو، بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم صحت و سلامت هستید و کارهایتان خوب است. همش خوب است. بدون مقدمه به موضوع داخل کنیم. موضوع کروپسیا، فساد در تاجیکستان است. البته من همه برنامه‌های شما رو پیگیری میکنم. من با شما در کامنتاریو یک سوال نیز اونجا نوشتم که سوال گذاشتم که با فکری شخصا خود شما و فکری استاد برقی همین برنامه‌ای که شما پیگیری میکنید در برنامه‌تان بررسی مینمایید، آیا یگان تاثیر میرساند به همین حکومت فاضله جمهوری تاجیکستان یا که یگان راه دیگری حل دارد؟ تشکر به شما. در خط علاقه باشید. اول اکی تیمور میخوام به این سوال جواب دید، بعد منم فکر خودم رو میگویم. بفرمایید اکی تیمور. Я с самого начала передачи сказал, что эта власть изначально боялась свободного слова и свободного мнения. И поэтому они убивали журналистов. Я был в этом черном расстрельном списке, и меня предупредили мои соседи, что я в черном списке, что меня ждут боевики, сидят в машине возле моего дома. И многих моих друзей, журналистов, убили, расстреляли Народный фронт после того, как они вошли в Душанбе в 1992 году. И то, что мы делаем сегодня, говорим открыто,
критикуем, называем вещи своими именами, это самое то, чего они опасаются, чего они боятся. Они боятся голос народа, они боятся голос правды. Поэтому мы должны говорить для вас, вы должны это говорить для своим родственникам и тем коррупционерам, которые имеют наглость требовать с вас деньги, вы должны это знать. Наше общество должно слышать этот голос правды, голос критики. В нормальном государстве без этого невозможно развитие. В нормальном государстве должны быть разные мнения. Пусть некоторые будут за, некоторые, допустим, выступают с критическими замечаниями, что вы неправильно делаете, что вы построили единственную безальтернативную платную дорогу, что вы вредите экономике, что это неправильно. Мы должны об этом говорить. بله فرهاد جان شما یکون چیز اضافه میکنید؟ بله من میخواستم درباره برادر پیشتر صحبت کرده بودم با زبان روسی در یک نقطه رو اضافه کنم چون اون اسپکتاکل هایی که اینها تشکیل میکنن نمیدونم رئیس‌جمهور شاید رئیس جمهور خودش باشد چون در یکی از برآمدهاش در جلسه شهباز رجب زاده رو که کارمند گمرک رو از جو خیزون با تمام مهارت اکتیوری خود اون رو فهموند که تو دزدی کردی خب پوره گرفتی با بانک های خارجه بردی پول رو چند مقدارش ماشین خریدی و چند تا خونه خریدی بعد این با اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا در سوال ژورنالیستان میگه که ما درباره یعنی که برای شهباز رجب زاده دل جنایی نکشوده ایم اون اسپکتاکل هایی که اونا تشکیل میکنن یعنی که اگر که نمیدونم کدام دامادش اگر بخیزوند سرزنش کند که تو دزدی کردی این هیچی روی حل نیست روی حل یگانه روی حل فکر میکنم که مردم باید همه آگاه باشن مردم همه خود از کروپسیا دست بکشن پوره ندیهن این مردم است که میتوانند دیگرگونی بیارن من با سوال این برادری که سوال دادم یعنی که این از گفته های ما فایده هست یا نه کمی هم باشد ولی من طرفدار هستم از بسیار گفتن هم کار روی حل نیست بسیار گفتن هم باید از گفتن ما باید با یعنی با کارهای عملی بگذاریم فکر میکنم که مردم رو آگاه کردن این یک طرفی مسئله است مسئله دیگر کار در حال حاضر ما باید مبارزه رو چنین ادامه بدیم نفرهایی که میتوانند صحبت کنند آشکارا باید صحبت کنند آشکارا های بودگی آگاه کنند و در قبل این باید با سازمان های بین المللی هم همکاری بیشتر کرد تشکر به شما درباره سوال این برادر که آیا همین برآمدهای ما همین صحبت‌های ما چی فایده میدهد من فقط به یک چیز اشاره میکنم وقتی که در برنامه هفته گذشته ما درباره طلا و سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان صحبت میکردیم و وقتی که از قانون‌ها گفتیم که هر یک شهروند تاجیکستان حق قانونی کار کرد و استحصال ثروت‌های تاجیکستان خصوصا طلا را دارد بسیاری کس گفتن که ما نفهمیدیم که این خیلی حق و حقوق داشتیم همین نفرانی که از حق و حقوق خود بیخبر هستند امروز در مهاجرت هرچند معلومات عالی دارند هرچند یک چیز رو میفهمند برای کارکرد طلا برای شستشوی طلا معلومات عالی هم لازم نیست همین رو می شود که طلا را کارکرد کرد استحصال کرد شستشو کرد آماده کرد و به جایهای مخصوصی دولتی مثلا گریم که بگذار در اختیار وزارت مالیه تاجیکستان باشد برده سپرد و پول کار کرد مردم ما اگر این را به راه مانند صدها نمودی سنگ قیمت بهای هست که در تاجیکستان با نرخ‌های قیمت ترین دنیا
خریداری میشوند، لیکن مردم ما همه این رو میمونند، میروند به مهاجرت. حالا که در طول یک سالی که در تگ برف باران مردیکاری میکنند، شاید همین یک ساله کارکردشان برآورد قیمت نرخ نیم کیلو یا 200 یا 300 گرم یا 400 یا 500 گرم سنگ قیمت بها رو کارکرد کنند، اگر یا طلا رو کارکرد کنند برآورد نشود. انا برای همین هم این برآمدها، این موضوع ها چشم مردم رو میکشاید. و طلب ما چی هست؟ مقصد ما چی هست؟ مردم حق خودش رو بشناسد و حق خودش رو طلب کند. وقتی که مردم حق خودش رو طلب کرد، همان اصلاحات گفتگی برادرخواهم میبیاید و ملت از حکومت طلب کردن رو یاد میگیرد. وقتی که ملت از حکومت طلب میکند، حکومت مجبور میشود طلب ملت رو اجرا کند. تا کودک گریه نکند، مادرش شیر نمیدهد. اینجا چندین سال فرهاد جان شما در روسیه بودید، با مردم سر کار گرفتگی بودید و همچون راهبری تلویزیون بودید و با مهاجران سر کار میگرفتید. ببینید اینجا یک برادر یک سخن گفتن که من همچون مهندس در یک شرکت کار میکنم. ببینید در تاجیکستان اکثریت کارخانه ها کار نمی کنند. یکی از سبب هایش این است که با آنها کارگر یعنی متخصص نمی رسد. متخصص را ببینید که در مهاجرت کار میکند و گفته شده است که اگر شرایطی هم در همینجا مهیا بودگی، در تاجیکستان مهیا باشد، در اونجا توی هست، خیش و تبار هست، پدر و مادر هست، فرزندا هست، من میتوانستم در اونجا کار کنم. برای چی تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان نمیخواهد همین گونه مهندس ها را، همین گونه متخصص ها را به وطن برگرداند، آنها را به جای کار تامین کند؟ و برای وقتی که ثروت های کشور کارکرد نمیشوند، یکی از سبب هایش این است که متخصص نمیرسد. متخصص را ببینید که در مهاجرت، در غربت از زن و فرزند دور است. برای چی حکومت جمهوری تاجیکستان این کار را نمی کند؟ برای چی در وطن کوشش نمی کند که از زینه های اول باشد، از پای دیوار سر کرده باشد هم، یعنی معماری بینای تامین مهاجران، تامین هموطنان در کشور به جای کار را یعنی ابتکار کند؟ تشکر شوکت جان برای سوالتان. راستی من خیلی که شما قید کردید، اقلا 20 سال 21 سال اخیر در روسیه مهاجر بودم و در این همه سال به حد متخصصان زیادی دیدم از تاجیکستان که در هر ساحه فعالیت میکنن، کار میکنن و در ساحه بلند هم کار میکنن. اونم از دکتر سر کرده تا مهندس و دیگر کارها. ولی من در این سوال شما یک کوتاه جواب میدم که تاجیکستان ما، حکومت امروزه تاجیکستان قابلیت این کار رو ندارد. یعنی نمیتواند متخصصان خودش رو در تاجیکستان با جای کار تامین کند. برای چی؟ اول پیشتر شما درباره کارگرد طلا گپ زدید و گفتید که مهاجران ما آگاهی ندارن از خودشان. منم با این گفت شما روزی نیستم. اکثریت مهاجران ما اون مردمی که در منطقه هایی که اون کارکرد طلا و سنگ‌های قیمت بها هستند، اونا از همه این چیزا آگاه هستند و میدونن این قانون را. فقط شرایط مهیا نیست، یعنی اجازت ندارند. اون قانون، اونه که قانون اجازت میدهد. ما شما نقض میدونیم که در تاجیکستان قانون بسیار چیزها رو اجازت میدهد. کشور ما نام از دموکراسی است، ولی از دموکراسی در اونجا بوی نیست است. من برای شما یک مثال عادی میارم شوکت جان. مردم ما یک 10 ساله پیشتر، من سال 2010 را مثال بیارم که یک مواد رستنی، یک رستنی شیره کمال نام بود، خیلی در بین مردم نام پیدا کرده بود و مردم هم تلاش میکردن شیره کمال جمع میکردن و اون میوردن و میفروختن، از اون مبلغی برای خودشون، برای زندگیشون میستوندن. وقتی دیدن که شیره کمال اوج میگیرد و از اون پول کار کردن میشه، چیکار کردن؟ اونم پیدا شد شرکتی با نام فراز
نمیدونم کسایی باش کی باشد بله، شمپورو بله. باشد یا کسی دیگر مهم نیست داماد رئیس این رو جمهور. منفول کرد. من مطمئنم شوکت جان اگر امروز مردمی بدخشان اگر داند که میتواند اون سنگ‌هایی که با قیمت برای قانونی فروخته اونا این کار میکنن، ولی این همه ممنوع است در تاجیکستان این کارا نیست. اون چیزی قانونا که اجازه است. رسما هم در روی کاغذ است. قانونا از روی قانون اجازه است، فقط با طور مصنوعی یعنی با طور صنعی اون را به خلق نمیدهند که کار کند. درست است. بله درست خط کردید. ببینید یکی از دردهای دیگر جامعه ما این مناپولی است. هر ساحه‌ای که کمی رشد کرد در اونجا مناپولی می شود. و در مسئله سوال شما که گفتید من میخوام اضافه کنم برای متخصصان. ببینید ما در راغون حاضر برای متخصصان امتیاز داریم، یعنی که تاجیکستان در تاجیکستان نمیرسد متخصص کارگر. اخیراً خودشان قائل شدن که 8 ماه شد کارگران راغون معاش نگرفتن. یعنی این چی میگوید؟ یک کارگر اگر 8 ماه معاش نگیرد اون از کدام حساب زندگی میکنه؟ بله میپاشد دیگه در اون ساحه خواهی نخواهی کارپسیا پیدا میشود. این یکی از عامل‌های اساسی است که در تاجیکستان ما رشد نمی‌کند و من مطمئنم که من باوری دارم که دیگر من با این خلاصه آمدم رسیدم که این حکومتی که ما در تاجیکستان داریم قابلیتی از عهده دیگرگونی در تاجیکستان نمی‌براید. این دیگر راهی که از دیگر کردن این حکومت راه علاجی نیست. من باوری ندارم که بر رفتن امامعلی رحمان نمیدونم اگر اون برود برای مثال جاش یک نفر دیگر و سیستم اگر همین سیستم بماند از اویلا کسی بیاید بسیار خوشبینن که اگر که برای مثال امامعلی از پرزیدنتی رفت و با جاش پسرش یا دخترش یا کسی دیگه اومد بعضی دیگرگونی ها میویند. من فکر کنم دیگرگونی های جدی نمیان چون کشور همسایه کشور ما ازبکستان این رو نشان داده است. خب تشکر به شما. حالا به این مسئله هم برمیگردیم در خلاصه گیری. بله بفرمایید. من اصلا بیشتر به اون کارمندان حفظ حقوق است. اون کارپسیا است، وزارت دفاع است، کمیته امنیت ملی است. من 100% باوری دارم که نه همه کارکنان امنیت، نه همه کارکنان کارپسیا، نه همه کارکنان وزارت دفاع، نه همه کارکنان وزارت داخله حال راضیان از اون شکل زندگی که ما داریم. من میخوام که بیشتر اونا با مردم باشن. فقط ما در یک جایگی میتونیم این ساختار رو از بین ببریم. ما تا اگر این ساختار رو دیگر نکنیم، تا اگر مردم نخیزد مثل که در ارمنستان کرد با راههای مسالمت آمیز، یعنی که برو به یگان خشونت، برو پیمایی ها، اگر ما این حکومت رو دیگر نکنیم کسی برای ما رو دیگر نمیکند. اصلا در فکر اون نباشد که روسیه یا امریکا یا نمیدونم اروپا کسی میاد برای ما جامعه میسازد. هر چیزی که ما میخوایم بسازیم ما خودمون میسازیم برای ما در همبستگی با همدستی با همدیگر میتوانیم دیگرگونی در تاجیکستان بیاریم. به خاطر همین اگر که شما با مردم باشید انشالله که دیگرگونی می شود و این حکومت فساد زده از بین می رود. دیر است زود است این حکومت از بین می رود. یگم حکومت دیکتاتوری فساد زده تا ابد نبود. همش اومدن رفتن، این هم می رود. فقط در اون کی می ماند؟ اون گروه هایی که اون نفرانی که مثل ساکاشویلی، مثل پاشینیان، مثل اینا نامشان می ماند کی هستند؟ اونایی که دیگرگونی میارن. برای جامعه ما مثل ساکاشویلی و پاشینیان و نفر لازم که این جامعه رو دیگرگون کنند.